سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید یکی از راههای جبران تاریخ مدیریت آبها است برای اعمار بند کمال خان که گام عملی به سوی آبادی و خودکفایی کشور است وعده داده بودم. اکنون خوشحال هستم که تحقق پیدا کرده است. رئیس جمهور افزود نان ما از هر جا میآید اما آب ما مال کسی نیست. مالک آب خود ما هستیم و آب را مهار خواهیم کرد. بند کمال خان که پس از 700 سال دوباره آبگیری شد از گزینه‌های مهم زیربنایی برای مهار آبهای کشور است. وزارت امور خارجه میگوید نقشه راه و سند برنامه‌ریزی ساخت راه آهن مزار شریف، کابل و پشاور میان نمایندگان افغانستان، ازبکستان و پاکستان طی همایش در شهر تاشکند به امضا رسید. این وزارت با نشر خبرنامه اعلام کرده است که با ایجاد این خط آهن گام مهم در راستای اتصال و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برداشته شده و رویای مشترک اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق خواهد یافت. مقامات از کمک 122 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان خبر دادند. کشور ژاپن اعلان کرده است که 122 میلیون دلار را برای حمایت از برنامه‌های بشردوستانه و انکشافی به حکومت افغانستان کمک می‌کند. این کشور در کنفرانس ژنوا از ادامه کمک‌هایش به افغانستان وعده داده بود. وزارت تجارت و صنعت میگوید کارخانه‌های تولید مرغ در ولایت بلخ تولیدات خود را نسبت به گذشته افزایش دادند و ماهانه 500,000 مرغ گوشتی تولید می‌کنند. فواد احمد سخنگوی این وزارت میگوید همکنون 5 کارخانه تولید مرغ در ولایت بلخ فعالیت دارند که در این کارخانه‌ها روزانه 40 تن گوشت مرغ به بازارهای بلخ و ولایت همجوار عرضه می‌شود. صادرات افغانستان به چین 86% افزایش یافته است. وزارت تجارت و صنعت میگوید در سال 2020 افغانستان به ارزش 54 میلیون دلار صادرات کرده بود که این رقم در سال گذشته به 29 میلیون دلار می رسید. بر اساس معلومات این وزارت بیشترین صادرات افغانستان به چین را جلغوزه، پنبه، میوه خشک و سنگ‌های قیمتی تشکیل می دهد. پروگرام بین‌المللی غذا میگوید در سال جاری 2021 در افغانستان با 13 میلیون نفر کمک‌های بشردوستانه صورت خواهد گرفت. این اداره گفته است لیست‌های افراد بی‌بضاعت را تکمیل کرده‌اند و با این افراد کمک‌های نقدی و مواد خوراکی مورد نیاز صورت خواهد گرفت. جنگ و آفات طبیعی بزرگترین عوامل است که بیشتر از مردم افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. مقامات از صادرات 10 ماشین زراعتی ساخت شرکت جاوید افغان از ولایت ننگرهار به تاجیکستان خبر می‌دهد. این فابریکه قبل از این نیز ماشین‌های زراعتی تولید افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی صادر کرده است و از 23 سال بدین سو فعالیت می‌کند. مقامات می‌گوید 68 پروژه مدیریت محصولات زراعتی به ارزش 37 میلیون افغانی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد. حفیظالله شاهنوری رئیس زراعت خوست می‌گوید در این پروژه 19 سردخانه پیاز، 49 سردخانه کچالو میباشد. حفیظالله شاهنوری رئیس زراعت خوست میگوید در این پروژه 19 سردخانه پیاز و 49 سردخانه کچالو شامل می باشد و افزوده است با تطبیق این پروژه ها دهقان می توانند محصولاتشان را محفوظ و در وقت مناسب به بازار عرضه کنند. یک مارکت تجارتی به ارزش 31 میلیون افغانی از سوی شاروالی لغمان ساخته شد. مقامات میگویند این مارکت در 2 منزل در مدت 1 سال و 6 ماه ساخته شده است که شامل رستوران‌ها، دکاکین، کلب‌های ورزشی و دفاتر میباشد و صدها تن در این مارکت مشغول کار شدند. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.